امروز جمعه 19 میون است و در این صبح بر وقت با من شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 و روزی سعید رو برای هر یکتون تهنیت میگم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامتید و حالا رو میارم با خبرها. پس از سفری دست جمعانه بانوی خراسان در پس منظری لطوکوب شدنی کارمندی آزیا پلوس عبدالله غربتی و نشر چند مطلب با حمایت از آزادی مطبوعات چندی از روزنامه‌نگاران تاجیکستان به نیروهای انتظامی و امنیتی دعوت و هدفی صحبت دوستانه قرار گرفتند. خود دعوت شدگان از دادن همه گونه جزئیات در این باره خودداری کردند، ولی منابع دیگر گفتند این واخوری‌ها با هدف آرام کردن ژورنالیستان به وقوع پیوستند. نمایندگان برخی از مقامات دعوت کننده برگزاری این صحبت رو کاملا رد میکنند. در همین حال چند نشریه از جمله آزیا پلوس، ویچورکا و فرج از مقامات اندوز آگاهی نامه گرفتند که ناظران به زودی تفتیش اندوسپاری و کلاً فعالیت‌های مولوی آنها را شروع میکنند. چندی از خبرنگارانی که با رادیو آزادی هم صحبت شدند میگویند این همه عملکرد مقامات هماهنگ شده است و از آغاز یک معرکه فشار به خبرنگاران و رسانه‌های مستقل گواهی می‌دهد. در صحبت خود مانی ناظر اندوز به مالک یکی از نشریه ها گفته است دستور تفتیش نشریه ها را از کمیته دولتی امنیتی ملی دادند، اما مقامات کمیته اندوز این ادعا را رد میکنند. مقامات میگویند این یک سنجش معمولی است و جای برای شک و گمان ندارد. اما تحلیلگر عبدالملک قادیرов افزایش فشار بالای خبرنگاران و رسانه ها را به دو عامل ربط داد. نخست متحد شدن خبرنگاران در قضیه لطوکوبی عبدالله غربتی ژورنالیست آزیا پلوس در خراسان که وزارت کارهای داخلی را به عقب نشینی وادار کرد و دوم نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان. همصحبت ما میگوید یک باره به چند نشریه فرستادن آگاهی نامه سنجشی انداز و به مقامات قدرتی دعوت شدن خبرنگاران تصادفی نیست، بلکه یک نوع پاسخ مقامات به متحدی و سختکوشی ژورنالیستان می باشد. جمال الدین نورعلیف داماد 43 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان و شوهر آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت برای 5 سال دیگر معاون اول رئیس بانک ملی تعیین گردید. فرمان دوباره به این مقام نشستن او روز 18 ایون صادر شد. نورعلیف تا آمدن به بانک ملی چند سال به حیث معاون و معاون اول وزیر مالیه و رئیس شورای ناظران اگرو اینوست بانک کار کرده است. مخالفان حضور زیادی خویشتبار رئیس جمهور امامعلی رحمان را در اداره های دولتی تنقید میکنند. آنها میگویند در منصبگیری نزدیکان پرزیدنت رابطه خویشتباری نقش مهم دارد، چیزی که مقامات همیشه این کار کردند. معاونان رئیس بانک ملی را برای 5 سال پرزیدنت تعیین و مجلس نمایندگان تصدیق میکند. روز 18 ایون معاون رئیس بانک ملی لاله سلیمова نیز بعد به انجام رسیدن وکالت 5 سالش از مقام گرفته شد، ولی درباره کار نوی او خبر داده نمی شود. در این روز در چندی از وزارت و اداره های دیگری دولتی تغییرات کادری صورت گرفت. با قراری حکومت عبدالمنان خالقزاده، شهناز نادری و حکیم میرسعیدزاد از وظیفه معاونان وزیر عدلیه آزاد گردیدند. نادری معاون وزیر مهنت و مهاجرت و خالقزاده معاون سردار خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان شدند. نگین علیزاده را به حیث معاون اول، اسدالله حکیمزاده و شرف کریمزاده را همچون معاونان نوی وزیر عدلیه تعیین کردند. زیور دولت زاده نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر فرهنگ آزاد گردیده. منوچهر شریف زاده و قربانعلی عبدالرحیم زاده معاونان وزیر فرهنگ تعیین شدند. الیاس کمال الدین زاده از وظیفه معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا برکنار شد و به جایش رخشانه نصرالدین زاده آمد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از این افراد متخصصان جوان و امیدبخش که اکثریت ختم کردگان مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت و خارجی بوده، دو و یا زیاده زبان خارجی را در سطح عالی می‌دانند نام برده است. ولی منتقدان میگویند تغییرات کادری اساساً از جای وزکنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیدنشان چیزی را تغییر نمی‌دهد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک نشست بین‌المللی آنلاینی خواسته است کشورها برای پیشگیری از ادامه پنجشوی بیماری کووید 19 مشترک کار برند. سیراج‌الدین موریدین همچنین پیشنهاد کرده است که برای برقرار کردن رشد اقتصادی و اجتماعی بعد به اصطلاح دوره پاندمی چاره‌های عملی اندیشند. نشست آنلاینی وزیران کار خارجه در چارچوب طرح یک کمربند یک راه روز 18 ایون برگزار شد. در نشست اساساً تحکیم همکاری بین‌المللی در
مبارزه با کووید 19 را بررسی کردند. رهبریت سازمان ملل متحد، برنامه رشد و سازمان جهانی تندرستی نیز در نشست حضور داشتند. تاجیکستان عضو طرح یک کمربند یک راه است که از طرف چین اجرا می شود. کشور روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس را اعتراف کرد و در تقریبا 2 ماه به اطلاع رسمی گرفتاری 5279 کس به بیماری همگیر تصدیق شده است. 51 نفر فوتیدند. در فهرست الترناتیوی قربانیان احتمالی کرونا ویروس و التیاب 6 تا 13 ایون نام بیش از 430 کس را جای دادند. وزیر مالیه تاجیکستان گفت کمک‌های بشردوستانه‌ای که برای مقابله با کرونا ویروس به کشور داده شدند زیر نظارت هستند و آماده است چگونه تقسیم شدن آنها را در اختیار رسانه‌ها گذارد. در پی ورود کمک‌های زیاد خارجی به تاجیکستان انتقادها صدا داد که مقامات یاری‌ها را شفاف تقسیم نکردند. فیض‌الدین قارزاده وزیر مالیه روز 17 میلیون در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر کمک‌ها به تاجیکستان نه با مبلغ بلکه همچون تجهیزات و دارو داده شدند و آنها را به بیمارخانه‌ها تقسیم کردم. من به شما کفالت میدهم که همه چیز زیر نظارت است. یگان خیلی حالتهای غیر هدفمندانه استفاده بردن داروها نباید جای داشته باشد، گفت وزیر مالیه. انتقادها از روند تقسیم یاری‌های بشردوستانه زمان زیادتر شد که در میان دارو و وسایلی که شرکت اویستا گروپ تقسیم کرد کمک بشردوستانه جمهوری مردمی چین دیده شد. برخی منتقدان گفتند مقامداران کمک‌های کشورهای خارجی را از نام خود تقسیم می‌کنند، چیزی که مقامات آن را قبول ندارد. بعد از موج تنقیدها از شیوه تقسیم کمک‌های بین‌المللی آخر ماه می، رئیس جمهوری تاجیکستان از استادی جمهوری مبارزه با کووید 19 و آژانسی ضد فساد خواست که جریان تقسیم و استفاده کمک‌ها را جدی نظارت کنند. بعد بیش از 2 ماه تنفس و تبدیل شدن به مکان کرانتین، آسایشگاه‌های طبابتی و فراغتی تاجیکستان دوباره به قبول مزاجان آغاز کردند. ساکنان از احتمال پنشوی بیماری نگرانند، ولی مسئولان آسایشگاه‌ها گفتند که رعایت قاعده‌های بهداشتی سخت‌تر شده است و جایی برای تشویش نیست. مقامات تاجیکستان میگویند با شرط رعایت کردن قاعده‌های بهداشتی روز 15 ایون به کار آسایشگاه‌ها اجازه دادند. عبدالکریم قربانوف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفت 2 سال اخیر در برابر جهانگردانی خارجی توجه مردم بومی به منطقه‌های سیاحی و آسایشگاه و موضع‌های دیدنی بیشتر شده است. به قول او حالا 280 مرکز خدمت‌رسانی از جمله آسایشگاه‌های طبابتی و فراغتی فعال می‌باشند. کمیته رشد سیاحی گفت در سال 2019 بیش از 400,000 شهروند تاجیکستان از موضع‌های سیاحی کشور دیدن کردند. اقتصاددان‌ها میگویند اکثرا آنها امکان استراحت در آسایشگاه‌های نسبتاً خوب را دارند که معاششان حداقل 150-200 دلار است و یا فرزندانشان صاحب کاری مناسبند و یا تجارت دارند. یک روزی بودن در بعضی از آسایشگاه‌ها از 200 سومانی زیادتر می‌باشد. حکومت تاجیکستان برای خانواده‌های کم بضاعتی که کودکی تا 3 ساله دارند کمک یک دفعه‌ای نمی‌دهد. این کمک پولی در حجم 500 سومانی در ماه جاری تقدیم خواهد شد. برای دریافت نمودن کمک پولی یک دفعه‌ای سروران عائله‌های کم بضاعت با شهادتنامه کودکان تا 3 ساله باید به جماعت‌های شهرک و دهات، اداره‌های کمونالی و منزلی یا رئیسان کمیته‌های محله مراجعت نمایند. بنابر امور رسمی در تاجیکستان حالا اندک بیش از 27% اهالی کم بضاعت می باشند. دوستانی آلمان یک شهروندی روسیه را رسما به کشتار شهروندی گرجستان در شهر برلین عیبدار دانسته تاکید کرده است که کشتار را حکومت روسیه فرمان داده بود. این کشتار که 23 آگوست سال گذشته در برلین به وقوع پیوسته است، روابط آلمان و روسیه را سرد کرد. در ماه دکبر آلمان 2 دیپلمات روس را اخراج نموده اشاره کرد که آنها در تحقیقات همکاری نکردند. دوستان فدرالی آلمان روز 18 میلیون گفت یک شهروندی روسیه را با کشتار و پایمال نمودن قانون‌های مربوط به سلاح عیبدار کرده است. به قول داستانی حکومت فدرالی روسیه به این شهروندش دستور داده بود که در برلین شهروند چچنی تباری گرجستان زلیمخان خانگوشویلی را به قتل رساند. خانگوشویلی سالهای گذشته در چچنستان بر ضد نیروهای روسیه جنگیده است. سفیر روسیه در آلمان سرگئی نیچایف میگوید این اتهام که روسیه کشتار را فرمان داده است اساس ندارد.
دوستان کل تاجیکستان خبر می‌دهد که یک ساکن نویای جبار رسولов در سوخت برای تا خودکشی رساندن همسرش به 6 سال زندان محکوم گردید. به قول منبع غلامجان رحیمов ماه نوامبر سال 2001 با اونا جان رحیمov خانه‌دار شده دوام 19 سال اویله‌داری او را لط‌وکوب و اذیت می‌کرده است. او همچنین 11 فوریه همسرش را با بهانه آنکه به او چای خنک نآورده است در بستر خوابش لط‌وکوب می‌کند. اونا جان رحیمov در پی این کردار بیرحمانه روز 13 فوریه خود را در بالای بام عاقلخانه به دار آویخته است. با قرار دادگاه غلامجان رحیمov مهلت جزا را در زندان نظامش سخت می‌گذراند. امریکا به تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 813,300 دلار کمک کرده است. این پول به واسطه بیوروی وزارت کارهای خارجه امریکا آید به مبارزه بین‌المللی با قاچاق مواد مخدر یا خود INL دسترس می شود و به طرح تأسیس دادن اکادمی تعلیمی صرف خواهد شد. بیوروی INL این طرح را طریق مبلغ‌گذاری کنگره به وزارت امور خارجه امریکا سرمایه‌گذاری کرد. این مبلغ‌ها برای مبارزه علیه جنایتکاری سازمانی یافته و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و جهان پیش بینی شده است. سفارت امریکا در دوشنبه میگوید این مبلغ با حکومت تاجیکستان در تهیه نقشه تعلیمی برای بلند برداشتن توانایی‌های مقامات حفظی حقوق در تفتیش و تعقیب سازمان‌های متشکل جنایی که به قاچاق مواد مخدر مشغولند کمک خواهد کرد. یکی از هدف‌های دیگر این کمک بلند برداشتن قابلیت اداره‌کنی و جنسی نظارت مواد نشئه‌آور گفته شده است. و بینندگان عزیز اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی معلومات میدیم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 30 درهم است، 1 یورو 11 سومانی و 57 درهم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 147 سومانی و 40 درهم تعیین گردیده است که نسبت روز گذشته 10 درهم کمتر می باشد. خب بینندگان عزیز سپاس میگم که تا آخر صحبت ما را همراهی کردید و با توضیحات تاجیکستان و جهان آشنا شدید. یادتان نرود که کمتر از 3 ساعت دیگر باز ملاقات داریم با شما در همین جا و با خبرهای تازه من شما رو آشنا خواهم کرد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون باشد.